روز 31 اوگوست بعد برخورد در دره پنشیر واقع در شمال و شرق افغانستان، طالبان به این منطقه نیروی ایلاوگی فرستادند. شب دوشنبه بر اثر برخورد مسلحانه میان طالبان و نیروهای مقاومت ملی کمش 7 نفر به هلاکت رسید. از زمان اشغال کابل در تاریخ 15 اوگوست، نیروهای مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود یگانه نیرویی است که در دره پنشیر استحکام گرفته از قبول حکم طالبان سرکشی می کند. برخورد مسلحانه همچنان میان سلاح بدستان محلی ولایت بغلان و طالبان جای داشته است. فهمی دشتی سخنگوی نیروهای مقاومت ملی می گوید طالبان می خواستند از درآمدگاه غربی به دره پنشیر داخل شوند. وی افزود حمله که احتمالاً برای آزمایش موقعهای دفاعی وادی به عمل آمد با کشته شدن 8 جنگی طالبان و زخمی گشتن همین تعدادی آنها و همچنان مجروح شدن 2 عضو نیروهای پنشیر پایان یافت. سخنگوی طالبان برای شرح این خبر دسترس نشد. احمد مسعود پسر فرمانده سابق مجاهدین ضد شوروی احمد شاه مسعود با نیروی چندین هزار نفره خود که از شبه نظامیان محلی و باقی مانده های ارتش و نیروهای ویژه افغانستان ترکیب یافته است، وادی پنشیر را به استحکام ضد طالبان تبدیل داده است. وی خواستار گفت و شنید با طالبان شد، اما گفته است که در صورت حمله به ولایت آنها در وادی تنگ کوهستان نیروهایش مقاومت خواهند کرد. شماره زیادی جنگیان طالبان به این منطقه انتقال داده شد، اما دو جانب تاکنون مشغول گفت و شنید بوده از جنگ خودداری کردند.